دوستان عزیز، باز یک دوستی ما پرسان کردن که در آلمان 10 هفته بازار کلانتان چند پول می افتد. خب هر خیل خانواده است و غذاشون فرق میکند، مصرفشون با این چیزا فرق میکند. اما من در شما امروز مینیموم نشان میدم. مینیموم یعنی چقدر مصرف میشود در یک هفته. خب دوستان عزیز، در اینجا محصولات ها رو گذاشتم که به خاطر یک تا نشان دهم. خب در یک هفته در مینیموم 150 یورو با مثلا خب من خیلی چیزهای روسی استفاده میکنیم، اما اینجا پیدا میشود. مثلا دو دانه وایزن گریز نوشته است، من کروپا، مثلا مکارونای دو خیل مثال. خب این قدر مهم چیزا نیست. ببینید همینطور مثلا سبزی میگیم زردک میچی، چیزای دکوری برای نقاشی، شیر، مثلا میوه، این قطر چیزا با 150 یورو مینیموم میرود. خب تومات، پمیدور ما میگیم. خب خربوزه هست، برنجوی 3 خیل برنج نخود هست مثال. انا فرقش با کشوری ما شما دیدنی هستید. مثلا جرغات هستن، در اینجا پنیر سفید از داکگی موتزارلا میگن. خوب از اینا هست کلباس خب میگن. خب خرد میتوانید، یعنی در یک هفته دمی آدم میتواند این چیزا خرد گیرد. زیتون است، خب ما بلگرسکی پیریس میگیم، این درازش هست، مرچمی و فارسی. از اینا گرفته میشد. لیمون خرده میشد در این نرخ. خب پیاز، سر پیاز خرده میتوانید. کبوتی میگیم، از اینا گرفته میتوانید. کرم خرده میتوانید. خب نانوی گوناگون گرفته میتوانید. مثلا با چی تربوز خرده میتوانید. با چی مثلا از اینو گرفته میتوانید برای اوقات پختن خوراکی. خب انا همین قطر دست با میرود. یعنی نگاه کنید بوده اینجا، یعنی تخمی مرغ هم خرده میتوانید. البته که بوده بین یک هفته که یکم چیزای دکوری میگیرد آدم، اما در هفته آخرش میشه که بازار بین اینم خرده میشود. یعنی این برای بچه‌ها کودکستانش، چون که اینو کودکستان میرید باید غذاش خودتون داده شود. برای بوتربرودای بچه‌ها از این نان مثلا داده میشود. یعنی انا همیشه با میرسد. باز میخواستم بگم که خب همه هر خیل مکرون میپزد، ما خیلی زیاد نمیپزیم به خاطر بچه‌ها در باغچه یاد گرفتین. این مکرونو ایتالیانسکی پخته میشود، در اینو خودش سوسش است، پستو مثلا. یک چیزو این سریس مقصد میرسد. در نظر من از همین خودتون مقایسه کنید میشود که در کشوری ما چطور هست. مثلا من چند سال پیش رفته بودم، در 100 یورو بسیار کم چیز خریده بودم، حیران مونده بودم، چون که با معاش ما در اونجا چیزو بسیار قیمت هستن نسبت به اینجا. ما از معاش مینیمم نوشته میکنم در بالای این نوار. یعنی هر کس میتواند روزانگی کار کردگی پولش به تا نمیقدر خرید تواناییش دارد، یعنی خریدن. دوستان عزیز، اینجا فقط خوراکی ها را برای شما نوار آماده کردم، اما به غیر از اینکه برای مصرف بچه ها هست اینا مگر حساب کنید مثلا اینم یک چند پول می شود مثلا. اما بازم به خاطر که شما مقایسه میکنید با کشورهای ما، انا همینه دانستگیتون حاضر چه بس است، باز دیگراشو در شما نوار گرفته